به نام یزدان بخشنده، سلام عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزای بیننده. خوش آمدید به یکی از برنامه‌های دیگر افتخار. طبق معمول بازم من میلاد نجیب با جمع از همکارانم در یکی از برنامه‌های دیگر در حضور شما قرار داریم. آرزو میکنم که تا پایان بیننده این برنامه باشید. رقابت‌های گزینشی تیم ملی ورزش‌های رزمی هفته گذشته آغاز شد و نزدیک به 10 روز ادامه یافت. ما خوشبختانه یک بار دیگر توانستیم که او دور از رقابت‌ها را به گونه زنده و انحصاری از دریچه ملی سپورت به دست نشر بسپاریم و آرزو میکنم که شما هم از دیدن او رقابت‌ها لذت ببرید. یک چیز باید یادآور بشم، رقابت‌های گزینشی تیم ملی ورزش‌های رزمی افغانستان که در 7 سبت برگزار شده بود، نخستین دورش بود که این دور از رقابت‌ها برگزار شد در کابل و کابل میزبان نزدیک به 25 ولایت بود و تانست که ورزشکارایی که واقعا خوب بودند در این بخش عرق ریزی کرده بودند و از سالیان سال در 7 سبک تمرین دیده بودند، تانستن که برای بار نخست بیاین اینجا زیر یک چتر با هم تقابل بکنند تا اینکه در 7 سبک چهره‌های خوب برای تیم ملی ورزش‌های رزمی افغانستان شناسایی شود. و بازم یادآور میشم ما خوشبختانه توانستیم که این پروژه را به موفقیت پشت سر بگذارانیم و آرزو میکنم که شما هم از دیدن او رقابت‌ها لذت برده باشید. در همین مورد دو ورزشکاری که توانستند در سبک کیون یا کیک بوکسینگ عضویت تیم ملی ورزش‌های رزمی افغانستان را به دست بیارن، هر یک شاهدالله و مومند حیدری اینجا در استودیو با ما مهمان هستند. سلام شاهد جان، خوش آمدی به برنامه. خوش باشین. علیکم سلام. همچنان مومند حیدری بسیار خوش آمدی. دوربین در اختیارت است. میشه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان تلویزیون شما. مومند حیدری هستم، یک تن از ورزشکاران کیون کیک بوکسینگ که مدت 7 سال میش تمرین کیون کیک بوکسینگ را پیش میبرم. بسیار تشکر. انشالله روی از موضوعات صحبت میکنیم. مومند جان، بیایم از شاهدالله آغاز بکنیم که به خاطر نخستین دور رقابت‌های گزینشی تیم ملی ورزش‌های رزمی در سبک کیون از چه مدت به این سو خودت آمادگی گرفته بودی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از همه اولتر تحفه پیغمبری را به شما عرض می‌دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در مدت 5 سال میشه که من رشته کیون کیک بوکسینگ را جریان میدم و نو از مسابقات تیم ملی که خبر شده بودیم 1 ماه میشد و در مدت 1 ماه میشه که آمادگی به نخستین مسابقات داشتیم. بسیار خوب. در این رقابت‌ها خود جایگاه چندم به دست آوردی؟ در این رقابت های تورنمنتی تیم ملی برگزار شد، توانستم که 3 حریفم را شکست بدم که یکیش میز برآمد، 2 تا فایت کردم و جایگاه دوم عزت تیم ملی را از آن خود ساختم. بسیار خوب. و مشخص شد که از جمله این 3 حریفت مربوط کدام ولایت ها میشد؟ بله، یک حریفم که از ولایت سمنگان حضور داشت اینجا که یکی از قهرمانان سمنگان بود و یک حریفم هم از ولایت مزار بود که حریف دیگه میز برآمد، فایت نکرد، حاضر به فایت نشد و حریف سومم هم که در فاینال مومن جان عزیز بود که همینجا با ما است. بسیار خوب. فکر کنم در بازی نهایی شکستی را که متحمل شدی از مومن جان بود. بله. بسیار خوب. و یک چیز باید یادآور بشم که امروز 2 دانه حریف هم اینجا ما نمیفهمیدم اینجا مهمانم هست، انشالله که در اینجا کدام مشکلی پیش نبید. مومند حیدری هم اینجا هست و در مورد برگزاری مسابقات بر ما میگه و میگه که از چه مدت به این سو به خاطر این رقابت‌های مهم آمادگی گرفته بود. برای مسابقه 15 روز زیادتر آمادگی گرفته بودم و رشته اصلی ما کیک بوکس است. بسیار خوب. کیک بوکس می باشه. باز من بار اول بود در کیوان مسابقه کردم که تیم ملی کیوان بود و من از ولایت بغلان در مسابقات اشتراک کردم. خب اکثریت بچهای کابل که از زیادترش به نفع ولایت ها میزنه مسابقه میکنه. بسیار خوب. یعنی کسایی که از ولایات هست و در کابل زندگی میکنه به نمایندگی از ولایت خود در رقابت ها حضور داشت؟ اکثریت بچهای کابل هم به جمع ولایت ها میزنن. نماینده ولایت است، نه شاگرد نمی داشته باشه، بچهای کابل به نفعش مسابقه میکنه، به نفع ولایت. بسیار خوب. و بر ما میگی که جایگاه چندم در رقابت ها به دست آوردی؟ در این مسابقات
جایگاه اول را به دست آوردم. بسیار خوب. در کدام وزن خودت رقابت کردی؟ وزن 60 57 الی 60. و چند حریف شکست دادی تا اینکه توانستی بر سکوی قهرمانی در وزن خودت ایستاده شوی؟ 3 حریف بود، 3 حریف شکست دادم. و یک حریفت خو شاهد الله جان است اینجا و دو حریفت مربوط کدام ولایت ها میشد؟ یکیش از ولایت کجا درم خاص بغمان بود و هم بسیار. اصل بیادرم است. یکی دیگهش از بدخشان بود. کجا بود؟ بسیار خوب. شاهد جان، خودت در مورد سطح برگزاری رقابت ها به ما بگو که نخستین دور رقابت های گزینشی تیم ملی ورزش‌های رسمی در چه سطحی برگزار شده؟ در نخست اول یک تشکری خاص میکنم از رئیس فدراسیون ورزش های رزمی حاجی صاحب رحمانی که به خاطر که همین چه مسابقه تیم ملی را برگزار کرد، به خاطر این 12 سال مدت 12 13 سال میشه که مسابقات تیم ملی برگزار نشده بود. بله. 2011 که مسابقات تیم ملی در جمهوریت برگزار شده بود، با دو مسابقات تیم ملی را ورزشکاران رویش را ندیدند. خوشبختانه امروز از آمدن امارات و همین چه یک رئیسایی که برای ما تعیین شدن، خوشبختانه ما را حمایت میکنن و مسابقات تیم ملی به یک بسیار به سطح بالا برگزار شد. به سطح میتونیم بگیم به سطح جهانی برگزار شد. به خاطر اگر از دنیای بیرون هم از مملکت های دیگر هم که ما ببینیم، همین تو 3-4 رنگ بسته می شود در جمنازیوم 2500 نفری و 3 بخش در یک تایم یک روز فایت میکنن. بسیار خوب. صحبت میکنیم بیشتر در مورد مسابقات. بریم با هم یک بسته تصویری ببینیم و در ادامه باز هم برنامه ادامه داره. احسان الله یعقوبی کسی که تونست جایگاه سوم را کسب بکنه روی جایگاه 20 تا اینکه مدالی که مد نظر گرفته شده برش توسط آقای احمدالله وثیق به اونا تنفیذ بشه. حالا هم کسی که جایگاه دوم از آن خود کرده تقاضا میکنیم که به جایگاه تشریف بیاره و مدال و تحسیننامه خودش از آقای احمدالله وثیق رئیس کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی ورزش افغانستان. حالا هم نوبت میرسه به کسی که توانست جایگاه نخست را کسب بکنه و مدالی که از سوی آقای احمدالله وثیق به او اهدا میشه. ورزشکارانی که توانستند در سبک خودشان جایگاه های اول، دوم و سوم را کسب بکنند. از وثیق صاحب سپاسگزار هستم، میتونه که به جایگاه تشریف بره و همچنان از ورزشکارایی که این جایگاه ها را کسب کرده بود. بسیار تشکر از شما ورزشکاران. بله دوستا، لحظات خوب و با اهمیت برای ورزشکارانی که عرقریزی میکنن، شبانه روزی تمرین میکنن تا اینکه بر سکوه قهرمانی بیستند و ما دیدیم که مومند حیدری و همچنان شاهدالله توانست که مزد عرقریزی های خودشان به دست بره و مستحق تحسیننامه و مدال هم از سوی رئیس کمیته ملی المپیک و ورزش افغانستان آقای احمدالله وثیق شدند و مدال و تحسیننامه خودشان در پایان او دور از رقابت‌ها و مراسم اختتامیه از مرد اول ورزش افغانستان کسب بکنه. مومن جان، بیا روی رقابت‌های بیرون مرزی صحبت بکنیم. حالا که تانستی عضویت تیم ملی ورزش‌های رسمی را در سبک کیوان به دست بیاری، آیا کدام رویداد بیرون مرزی زیر کار است که شما به خاطر از او آمادگی بگیرین و بتونین پرچمدار خوبی از افغانستان در رقابت‌ها باشین؟ هستم رقابت‌های بیرون مرزی هست. رئیس ما را اول داد، گفت میشه دعوتنامه داریم. بسیار خوب. یا باش که دعوتنامه بیایم، ما آمادگی داریم که هر رقم رقابت بیرون مرزی باشه و چی باشه ما آمادگی خدا گرفتیم. ما تمرین داریم که هر رقم رقابت باشه ما بریم بیرون مرزی، چی اروپایی باشه چی آسیایی باشه ما میریم. بسیار خوب. با پرچم و در موردی هم صحبت بکنیم که آیا مشخص شده در کدام کشور برگزار شود و چه زمانی مانده، یعنی چقدر وقت مانده تا برگزاری رقابت‌ها؟ کدام ورکشاپ سیمیناری برای شما برگزار شده تا اینکه در مورد او رقابت‌ها به شما معلومات ارائه بکنن؟ نه تا الان خود چی نشده. خود شاید دعوتنامه ترکیه باشه یا از روسیه باشه. بسیار خوب.
کنفرانس چیش نگرفته تا حالا کدام برنامه به خاطر او برنامه رقابت ها؟ نگرفته که بسیار. ما رو طلبه و بگه که آمادگی داره نداره. ما آمادگی خودم میگیریم که هر وقت مسابقه شد ما آماده هستیم بریم. بسیار خوب. شاید جان خودت در مورد آمادگی هایت بگو، حالا که تانستی عضویت تیم ملی را در وزن خودت به دست بیاری، همچنان در سبک کیوان، تمرینات حالا چگونه پیش میره؟ تمرینات ما خب از سابق تمرین میکنیم، زحمت میکشیم و عرق ریزی میکنیم که شما همچنان در جریان بدین که مزد عرق ریزی خود را گرفتیم و امروز خوش آمدیم. دیگه ما تمرین داریم، همین چون نمیشد که وقتی از مسابقات خبر شویم و تمرین کنیم. همیشه باید آماده باشیم، همیشه باید تمرین داشته باشیم و وقتی میگه قوه هر چقدر پف کنید تازه میشود. پس هر چقدر ما تمرین کنیم تازه میشیم و انشالله ببینیم مسابقات بیرون مرزی بیاد، دعوتنامه بیاد، ما آماده هستیم که پرچم ما را در کشور از بیرون بالا بریم و نام افغانستان خود را در زبانهای مردم خارجی بیاریم. انشالله که همین قسم شد و بتونیم در بخش ورزش‌های رسمی هم ما حرفی برای گفتن داشته باشیم، مخصوصا در 7 سبکی که رقابت‌هایش برگزار شد و ورزشکارا و چهره‌های تازه‌ای برای تیم ملی ورزش‌های رسمی افغانستان در سبک‌های مختلف شناسایی شد. یک چیز باید یادآور بشم، کاروان ورزش افغانستان که همین اکنون به کشور چین به خاطر رقابت‌های المپیک آسیایی حضور دارند، خوشبختانه بگم که بازم ما تانستیم که نمایندگی خوبی از ورزش افغانستان در رقابت‌های بیرون مرزی داشته باشیم. روز گذشته کاروان تکواندوی افغانستان دوباره به افغانستان برگشتند. یک چیز باید یادآور بشم که بازم محسن رضایی ستاره بیچون و چرای تکواندوی افغانستان در وزن خود توانست که بازم افغانستان را صاحب مدال برنز در رقابت‌های المپیک آسیایی چین، رقابت‌هایی که فوق‌العاده مهم و ارزشمند است. ورزشکارا و کشورهای آسیایی همیشه رفتن به چین و با هم پیکار دادن. خوشبختانه بازم بگوییم که فدراسیون تکواندوی افغانستان با پلان و برنامه‌ریزی منظم خود تانست که تمرینات برای ورزشکارایی که عضویت تیم ملی تکواندوی افغانستان داره فشرده انجام بده و عازم شدن به کشور چین. محسن رضایی و ورزشکاران دیگر، علی اکبر رحیمی، همچنان بیژن صدر، دو رقابت‌ها عملکرد خوبی از خود داشتند و تنها محسن رضایی در بخش تکواندو توانست که مدال برنز را برای افغانستان یک بار دیگر رقم بزنه و پرچم افغانستان در میان پرچم‌های ابرقدرت تکواندوی آسیا به اهتزاز در بیاره. انشالله که دیگه بخش‌های ما عملکرد خوبی داشته باشه و بتونن که مدال‌های گوناگون و خوشرنگی را از رقابت‌های مهم به دست بیاره. مومن جان، روی برگزاری نخستین دور میشه بر ما بگوین که چقدر ورزش‌های رسمی را امیدوار میکنه به خاطر آینده این رشته؟ خب ورزشکارا که اکثریتش ورزش میکنه و باید امیدوار باشه که از سفر هم است، سفر هم میشه و بسیار خوب. بدون شک تاثیرات خودش داره و این که بعد از 15 سال 20 سال رقابت‌هاش برگزار میشه، این واقعا یک پیامد و برآیند خوبی داره. یعنی ورزشکارا میتونه که با خیال راحت امیدوارانه این رشته را پیش ببره و بدون شک مسئولان هم در کنارشان است و رقابت‌های بیرون مرزی را بر اونا تنظیم میکنه. شاید جان، خودت بر ما بگو که این رقابت‌ها چقدر بالای ورزشکارا تاثیرات مثبت میتونه داشته باشه، به خاطر که رقابت‌ها بخش حرفه‌ایش نزدیک به 2 سال ممنوع بود و رقابت‌های مبارزات آزاد در بخش حرفه‌ای هم دوباره فعالیت‌هاش آغاز شد و هفته گذشته کابل میزبان رویدادهای بیرون مرزی هم بود. از جمله ورزشکاران آذربایجانی آمدن به پایتخت افغانستان، ورزشکاران پاکستانی، ورزشکاران ایرانی و اینجا در برابر ورزشکاران افغانستان تقابل دادن و نتایجی که ما دیدیم واقعا ورزشکاران افغانستان خوب ظاهر شدن. این چقدر تاثیرات مثبت میتونه داشته باشه روی ورزش‌های رسمی در آینده ها؟
تاثیرات مثبت از این خیلی زیاد می باشه بالای ورزشکاران، به خاطر که ما یک بار پیشم تکرار کردم که مدت زیاد میشد این همین چه مسابقه برگزار نشده بود. بله. شاید بعد از ورزشکاران ناامید شده باشد. ورزشکارای در افغانستان داریم که حساب مالیشان خراب است، وضعیت مالیشان خراب است، شاید ناامید شده باشند، اما با گرفتن همین چه مسابقات تیم ملی که برگزار شد دیدن که ما اگر فعلا دارن خیلی یک تاثیرات مثبت داره، به خاطر که امیدهای ورزشکارا را دوباره زنده کرد و همین چه دیدن که ورزشکارای بیرونی از کشورهای دیگر داخل افغانستان میان مسابقه میکنن، فایت میکنن، میبینن افغانستان، همین چه ورزشکارای افغان ما میرن به بیرون کشوری اونجا مسابقه میکنن، دنیای بیرون میبیند، ورزشکارای بیرون سطح میبیند، تجربه تازه را کسب میکند، میرن میبینن، آشنا میشن، آشنا با اون ورزشکارا میشن، او ورزشکارای مملکت‌های بیرون مرزی و میبینن که افغانستان هم همینچه یک فایترای داره، هم تو یک ورزشکارای داره و زحمت میکشد و انشالله که ورزشکارای ما امیدوار هستند که به بیرون مرزی هم راه فراهم برایشان خواهد شد. بسیار خوب. و روی از هم صحبت بکو که چه دلیل باعث شد که بیایی سبک کیوان انتخاب بکنی؟ فکر نمی کنی که در کل ورزش های رسمی یک رشته ثقیل است و بسیار خشونت در داخل خود داره؟ بله، ما اول تمرین بسیار شوقیش بودم، اما متاسفانه که از طرف فامیل در وقت ما اگر نداشتیم خود بودیم نمیگذاشتن که تمرین بریم و بعد از او دیگه از من پالوانی خوشم نمیاد، به خاطر از کیوان کیک بوکسینگ یک رشته استاده پای است که مش، زانو و لغت داره. دیگه من خیلی علاقمند بودم که یک دست پای یاد داشته باشم، یک زانو یاد داشته باشم، به خاطر همین ورزش را ادامه دادم و همراه یک استاد شروع کردم تا هنوز همراه از امو هستم و بالایم زحمت میکشم. بله بدون شک. یک چیز باید یادآور بشیم، زمانی که ما رقابت‌های گزینشی ورزش‌های رسمی افغانستان زیر پوشش نشراتی قرار میدادیم، یک چیزی که من دیدم از کمیونیتی باکس، امور رقابت‌ها را وقتی که ما گزارش میدادیم از نزدیک، رشته کیوان یگانه رشته است که تو باید 3 راوند متواتر ایستاده مبارزه بکنی، نه ثبت نشان داره، نه وقت تلفی داره، نه فکر کنم روی زمین هم اجازه ندارین برید. چند ثانیه اجازه دارین که روی زمین کار بکنین و یک چیزی که من دیدم خیلی سریع داور مرکزی ورزشکارای سبک کیوان دوباره ایستاد میکنه و مجددا بازی را از روی پا آغاز میکنه. هیچ چی نداره، زمین نمیتونی برده که ببری پایین چپه کنی، 3 ثانیه وقت داری که پای بگیری و پس زدم لدی و پای لاوتی. بم از این که روی زمین برین دوباره شما استاد میشیم، ما در زمین کار نمیکنیم، کلا استاد پای است. بسیار خوب. مومن جان، به نظر خودت سخت نیست باید 3 راوند متواتر مبارزه بکنی؟ وقت تلفی هم نداره مثل دیگه رشته ها. اگر بخش حرفه‌ای را ما شاهدش هستیم میبینیم، بخش حرفه‌ای اگر وقت ورزشکار کم میاره از نگاه نفس، از نگاه انرژی، باز زیرگیری میکنه، حریف روی زمین میبره تا اینکه نفس خود بگیره دوباره بازی آغاز میشه. این فکر نمیکنین کم مشکل تر از به دلیلی که باید مبارزه بکنید؟ مشکل تر خاص هم خوشایند هم است که هرچی قمش دارید بخوره پای جالب تر شده میره و خونه ببینی اول تر خودم خونه ما که ببینم مسابقه هنوز برام خوب شده میره، جالب شده میره که هر قوبار شه مسابقه هم بسط خوب پیش رفته میره. بسیار خوب. و ماشاءالله روی میزم یک کلکسیونی از افتخارات از هر دو ورزشکار اینجا با خود داریم و روی این افتخارات تک تکی صحبت میکنیم. اول بیایم روی مدالا، کپ‌ها، کمربند و تحصیلنامه شاهدالله جان صحبت بکنیم. فکر کنم کمربند مربوط خودت میشه. بله. اول روی از این صحبت بکنیم که این کمربند از کدام رویداد به دست آوردی؟ او کمربندی است که در سال 1401 یعنی 2022 برگزار شد در خود کابل. وزن 60 کیلو، قهرمانی وزن 60 کیلو بود، در دارالمان برگزار شد که من خوشبختانه توانستم 4 حریفم را بالای یک کمربند شکست بدم و کمربند 60 کیلوگرم کیوان را از آن خود ساختم. بسیار خوب. 4 حریف شکست دادی تا یکی را به دست آوردی؟ بله. او هم دیگه بخش کیوان بود. بخش کیوان بود. و شاهدالله جان پیش از اینکه بخش کیوان پیش ببری کدام بخش دیگه ای هم پیش می‌بردی خودت؟ نه خیر، من از اول که آمدم در بخش کیوان آمدم و تا هنوز کیوان را پیش میبرم. بسیار خوب. کدام وقت دلت نمیخواد که بری بخش مبارزه‌های آزاد؟
میریم یگان وقت، به خاطر اگر دل ما بخواه میریم میبینیم باشگاهایش، میریم تمرین میکنیم. استادای از ورزشکارا را میشناسن، بسیار میریم یک تشویق میکنن اونجا، ما را تشویق میکنن، میریم میبینیم او را تمرین میکنیم. یگان روز یک ماه، در یک ماه یک روز دو روز میریم تمرین میکنیم. استادان ما را میشناسن، به خاطر ورزشکار هستیم هم اونجا. کسب و کار ما اگر بگیم یک چیز است دیگه، میریم اون هم تجربه میکنیم. اما چیز زیاد ما سر تمرین خود ما باشه که وقت زیاد ما دو ضایع میکنیم. بسیار خوب. و کیک بوکسینگ فکر کنم جز ورزش‌های المپیکی هم محسوب میشه. بله. و این بسیار مهم است. انشالله که بخش آماتورش البته کیک بوکس یا بخش پروفشنالش میشه. بخش پروفشنالش ثبت المپیکه، جز ورزش‌های المپیکی است. و انشالله که در اون رقابت ها ببینیم که شما حضور پیدا بکنیم و بتونیم که در این بخش مدال های معتبر آسیا و جهان با خود داشته باشیم. این کمربند مربوط کی میشه؟ او هم مربوط ما. بسیار خوب. ماشاءالله دیگه یک سره گفتیم از ها جمع کردی دیگه، چیزی که عنوان معتبر است. او کمربند است که در وزن 62 کیلوگرم در پکتیا برگزار شده بود. کمربند حریفم بود که مرا چالش کرده بود و وزن ما 60 کیلو بود که حریفم که مرا چالش کرد 70 کیلو بود. باز ما از مرکز چالشش را قبول کردم و 10 کیلو بالا بازی کردم، راند دو حریفم را نکاوت کردم و کمربند پکتیا را اینجا آورد. بسیار خوب. این فقط هم تک بازی بود؟ بله او تک یک بازی چالنجی بود. یک بازی چالنجی بود. بازی را سازمان برتان مد نظر؟ بله سازمان. کمربند حریفم بود که من کمربند خود را همراهش واگذار ساختم. بسیار خوب. که من تک بازی هم نکرده بودم، این کمربند را خیلی در مشکل به دست آوردم. 3 فایت کرده بودم، این را همراه از او واگذار ساختم که باز هر دو کمربند را بردم پکتیا، از اونجا دوباره پس آورد. بسیار خوب دیگه، کمربند سر کمربند. بله. و او کپی که در قسمت پایین است او مربوط خودت میشه؟ بله او کپی هم در مزار شریف بازی کرده بودم یک 8 ماه پیش که از ولایت مزار شریف در وزن 60 کیلو کپ را داخل مرکز یعنی بردم آوردم اینجا. بسیار. به نمایندگی از کابل دو رقابت رفتم. دو رقابت ها چند حریف شکست دادی که او کپ به دست آوردی؟ او رقابت های ولایتی که میریم او کلا به طور پروفشنال برگزار میشه، یعنی به طور مثل یک رشته در جهانی که برگزار میشه تک فایت پروفشنال. دیگه باز 5 راند 5 دقیقه‌ای می باشه که 5 راند 5 دقیقه‌ای فایترهای حرفه‌ای بازی میکنند، با او باز زحمت زیاد میکشیم. باز او تک فایت می باشه 5 راند 5 دقیقه‌ای جواب 3 فایت 2 فایت آماتور را میده. بله 25 دقیقه یعنی به خاطر 25 دقیقه یعنی جنگ میکنی که خوشبختانه او حریفم راند 3 نکاوت کردم ما کپ را گرفت. بسیار خوب. در کیوان دیگه سبمیشن نداره؟ نه سبمیشن نداره، فقط روی زمین هم نداره، نکاوت داره و 3 ثانیه حق داریم پای بگیریم دوباره از حمله زده پس الا بود. بسیار خوب. ماشاءالله دیگه یک کلکسیون افتخارات است و این تاج بسیار توجه مرا جلب کرده. این مربوط کی میشه؟ او هم مربوط من میشه که تاج هم در ولایت کابل برگزار شده بود. امی تاج خب بگیریم که یک قسم خاص رقم است. تا حالا من به یک چیزی مواجه نشده بودم. بله تاج هم در خود کابل برگزار شده بود. دارلمان او هم 3 ماه پیش فایت کردم بالاش که یک حریف تک فایت داشتم، حرفه‌ای فایت کردم و تاج را هم از آن ساختم. بسیار خوب دیگه. دمی بالای عنوان که باشه دیگه شاهدالله بخی یک ورزشکار متفاوت می باشه. بله خوب از تمرین کردیم در مدت 5 سال 28 مسابقه کردم که 3 باغ دارم که یکیشم در چند روز در المپیک باغ کردیم دیگه. دیگه دستاوردهای دیگه هم داشتم اما ما گفتم که میز پر نشه در خانه بگذارم. بله بدون شک کسی که سالیان سال در یک بخش در یک سبک تمرین بکنه مبارزه بکنه بدون شک کلکسیونی از افتخارات به اختیار خود می داشته باشه و ورزشکاری هم مثل شاهدالله بدون شک مستحق همه این چیزها هست. مومند حیدری به قسم آرام است، صبور است. در رنگ کوی قسمی من نمیدیدمت. والا در جا از خود جا. بله بدون شک. در رنگ دیگه میگی که من یک مومند حیدری متفاوت هستم. در بیرون در جای بیادری داری، اندیوالی داری، من رنگ بیادری نمیشه. بله بدون شک. و چه یک نکته خوبی که مومند البته شاهدالله جان با وجود که اینقدر یک افتخاراتی در کلکسیون خود داره
مومند حیدری در رقابت او را شکست داده. بیایم صحبت بکنیم که ضعف شاهدالله را در کجا دیدی، با وجودی که میدونستی که شاهدالله ورزشکاری است که پیشینی خوبی در سبک کیون داره؟ چون شاهدالله جان فایتر خوب است، خب فایت است، برد باغ داره، تو نیست که کلا شاهدالله ببره یا ما ببرم. بله. قدر دیگه که تمرین میکنه خیلی بیشین بله. باخته بره. و در تفاوت امتیاز فکر کنم بردی شاهدالله را. تفاوت امتیاز بود. 3 راوند بازی کردی. 3 راوند. و ضعف شاهدالله در کجا بود که بردیش؟ شاهدالله جان ضعف نداشت و نمره است، یک نمره. آهسته بگو به من خودش نشنوه. شاهدالله بیا روی ازی صحبت کو رفیق که خودت مشکل در کجا دیدی که بازی را در برابر مومند حیدری واگذار کردی؟ مومند جان که من فایت های دیگرش هم در روز اول که مسابقه برگزار شد بیننده بودم که خودم هم نقطه ضعف مومند جان را قید کرده بودم، اما مومند جان فقط ضد حمله میزد. وقتی که تو حمله میکنی حتما پس نمره را ضد حمله میگرفت. 3 راوند فایت کردیم، در نمره 1 تا و 2 تا فایت را برای واگذار کردیم دیگه بازی. انشالله که از این شکستای خودمون تجربه بگیریم و بار دیگر او را در رویداد بعدی در زندگی ما تکرار نکنیم انشالله. بیایم روی افتخارات مومند حیدری صحبت بکنیم. فکر کنیم این قسمت مربوط خودت میشه مومند جان. اول روی از این مدال صحبت بگو، بخاطر که یک قسم متفاوت تر از دیگه مدالایت هست. روی از این صحبت بگو که از کدام رقابت ها بعد است؟ این رقابت های مبارزات آزاد بود که در مبارزات آزاد فایت کردم که از شهاب‌الدین سیدخان بود. بسیار خوب. در سازمان UCFN که بعد اونم در 3 راوند 5 دقیقه‌ای بود که اونم شکست دادم. بسیار خوب. در بخش مبارزات آزاد هم فعالیت داری؟ 4-5 فایت هم کرد. بسیار خوب. در اونجا باز برای آینده‌اش چی است؟ از 4-5 رقابتی که کلا انجام تجارتی است. اونجا که پیسه نداشته باش پیشرفت نمیکنی. و این یک چیزی که خوب است، کیک بوکس باز فکر کنم بسیار رول داره در مبارزات آزاد. در کیک بوکس هم فایت کردیم. بسیار خوب. تیم ملی کیوان بود، در کیک بوکس سوم شدیم، مقام سوم گرفتیم که همین سال در زمستان بود. بسیار خوب. باز اون مقام سوم گرفتم، باز دیدم که در مقام سوم چیز نمیشه، گفتم بیا خیلی در کیوان پیش میشیم، تیم ملی کیوان چی میشه دیگه. نگفتی دینمی نتیجه میتیم از دو تای دیگهش میگذره؟ نه کیک بوکس کیوان فرق نداره، کیک بوکس یک زانو آرنج نداره. بسیار دیگه کل چیز داره، باز کیوان زانو آرنج داره خلاص. بعضی ورزش‌ها از خیلی با هم نزدیکی داره، مثل مویتای هم بسیار تقرب داره با کیک بوکس و کیوان. کیک بوکس، کیوان، فول کانتاکت کلش زیر یک چتر است. مویتای هم فکر کنم مربوط از این میشه. موتای هم خب موتای نمیفهم، خمیا کلش زیر یک چتر است. زانو، آرنج، مشت، لغت همه چیز داره مویتای. لوکیک در جمع لوکیک میشه کیک بوکس. بسیار خوب. و از ورزش‌های رزمی خودت کشیده. بسیار خوب. بیایم روی دیگه مدال‌ها صحبت بکنیم. مومند جان که PFN سازمان PFN دایکندی بود که مسابقات دایکندی بود، 24 ساترا رفتیم که اسمت الله حیدری بود که هم در اون اول تصد نشان شکست دادم، مدال از آن خود کردم. اسمت حیدری تخلصایتان یک چیز کدام چیز خونه میشد؟ نه او از دایکندی بود، ما از کار بود. بسیار خوب. انشالله که همین رقم عالی بدرخشی و این مدالی که جایگاه سوم کسب کردی فکر کنم همون بخش کیک بوکس است. از کیک بوکس به تیم ملی کیک بوکس است که جایگاه سوم گرفت. و در او رقابت ها چند حریف تا شکست دادی؟ در منتخبش 2 حریف ما شکست دادم، باز در سومش باختم، باز تیم که رفتم یک حریف ما نکاوت کردم، در دومیش باز اوت شدم و جایگاه سوم گرفتم. جایگاه سوم واقعا جایگاه کدری است، مقام کمی نیست. بله بدون شک تجربه میشه برای. و این مدال روی صحبت بکو جایگاه نخست تیم کیوان است، صحیح که در تیم کیوان اول شدم. امی دور از رقابت ها؟ دوره. بسیار خوب. و امی مدال که جایگاه نخست داره یک قسم خاص است نه خاص یک قسم گرنگ معلوم میشه. انشالله که امیر هم عالی بدرخشین. تحصیلنامه هم هست، بیایم روی یک چند تحصیلنامه صحبت بکنیم که این تحصیلنامه را
از کدام رقابت ها به دست آوردین؟ اول روی این تحصیلنامه صحبت بکنیم، مربوط کدامتان میشه؟ تحصیلنامه مربوط من میشه که از تیم ملی کیک بوکس بود، جایگاه سوم گرفتم. تحصیلنامه مربوط هم مدال میشه سومی. بسیار خوب. این هم مربوط همون جایگاه سوم میشه. مسابقه المپیکی بود که سوم بود. بسیار خوب. انشالله که همین رقم عالی بدرخشی و این هم حکم قهرمانی. روی ازی صحبت بکن که از کدام مسابقه هم در 1398 بود که سر کپ بود. خب کپ از او رفت پشت راش، تقدیرنامه‌اش مانده و آوردمش در 58 کیلو اول شدم. بسیار خوب. و یک چیزی که من متوجه شدم در این دور از رقابت ها، وزن ثابت نبود. یک ورزشکار 55 کیلویی میتونست با ورزشکار 58 کیلویی مبارزه بکنه. روی ازی صحبت بکن شاید الله جان که روی چه اصولی ای برگزار میشه؟ هر استاد وقتی که مسابقات تیم ملی برگزار میشه، برای هر استاد یعنی از طرف فدراسیون تیم ملی وزن داده میشه. مثالش در اینی کاتگوری در اینی وزن حالا از 57 تا 60 داشتیم، 63 تا 60 تا 63 داشتیم، 63 تا 67 داشتیم، 67 تا 70 داشتیم. به خاطر دیگه 30 کیلو باز تفاوت داشته باشه فرق نمیکند. مثالش حالا ما خودم 60 کیلو فیکس بودم، 59 بودم که باز همراه مومن جان از 57 تا 60 فایت کردیم. در وزن چی بود دیگه، باز از 60 بالا بودی تا 63 فایت میشه، 63 تا 67 کاتگوری دارن از خود. بسیار خوب. و فکر کنم یکی از تفاوت‌های این بخش با دیگر رشته ها هم همین است، به دلیلی که در دیگر رشته ها تا اینکه وزن یکسان نباشه بازی حتی کنسل هم میشه. این مسابقات المپیکی بود، به خاطر از این کاتگوری در وزن داده می شود. وقتی که مسابقات بیرون مرزی بروید همین رشته کیوان کیک بوکسینگ هم اونجا تا 10 گرم هم قبول ندارن که بالا و پایین باشه. بله. باید سر وزن مثلا 60 کیلو میگه 60 کیلو فیکس سر وزن باشی. باز اونجا هم 60 کیلو میشه. باز مسابقات خود افغانستان است، تیم ملی اینجا تا 30 کیلو را کاتگوری میده. بسیار خوب. بسیار تشکر از اینکه حضور پیدا کردین. انشالله که همین رقم در بقیه امورهای زندگی هم کامیاب و سرفراز بشین و بتونین که همین رقم جایگاه‌های کدری را به دست بیارین. اگر کدام پیامی باشه، حرف و حدیثی میشه که از طریق همین دوربین به گوش مسئولان برسه. خب یک تشکری خاص میکنم از رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی که مسابقات المپیکی را برگزار ساختن بعد از وقت‌های زیاد، یعنی 12 سال یک عمر طولانی، 1 سال دور دراز است. و همچنین یک تشکری خاص میکنم از حاجی صاحب حامد وردک رئیس فدراسیون کیوان کیک بوکسینگ رشته خود ما که در مسابقات ما را تشویق داشتن، و همچنین از استاد بزرگوار الحاج حاجی مصطفی عمری که بالای بنده زحمت کشید و ترینرش عبدالمطلب رفیق که بالای ما زحمت کشید و مزد زحماتش را گرفتیم. سلامت بخیر باشید. مومند حیدری اگر کدام حرفی باشه میشه به گوش مسئولان برسه. جا داره تشکری کنم از استاد قهرمانساز استاد بریالا حیدری، استاد هارون حیدری و رئیس سب کیوان کیک بوکسینگ حاجی الحاج حامد وردک و دیگر. بر جوانان پیام دارم که امیرات مواد مخدر تا بالا ریلا کن رو به ورزش بیارن و ورزش هم ضامن صحت و سلامتی است. ضامن صحت سلامت. ولی ما صحت نمیدیدیم در کیوان، بسیار خونریزی و پشت و لغت بود. انشالله که همین رقم عالی بدرخشین. ما هم بریم با هم یک میان برنامه کوتاه را ببینیم و در بخش دوم برنامه باز همه میزبان مهمانهای دیگه هم هست. مرحبا 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 چراغلی زمون کلی تسالار محترما چراغلی زمون کلی تسالار محترما گلونا غوړو درتا پلار محترما گلونا غوړو درتا پلار محترما ستاسیوری دی زمون گل سرونو نورک نشی ستاسیوری دی زمون گل سرونو نورک نشی ستاسیوری دی زمون گل سرونو نورک نشی ژوندې دی رب لرا زمون د پاره محترما ژوندې دی رب لرا زمون د پاره محترما ګلونا غوړو درتا پلار محترما ګلونا غوړو درتا پلار محترما چراغلی زمون کلی د سالار محترما ګلونا غوړو درتا
درتا پلار محترما قائم دی تلزمون دا اتفاق و اتحاد وی قائم دی تلزمون دا اتفاق و اتحاد وی قائم دی تلزمون دا اتفاق و اتحاد وی کل غوانو دا دعا لپرودگار محترما مرحبا 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 چراغلی زمون کلی تسالار محترما چراغلی زمون کلی تسالار محترما گلونا غوړو درتا پلار محترما گلونا غوړو درتا پلار محترما ستاسیوري دی زمون گل سرونو نورک نشي ستاسیوري دی زمون